بسم الله الرحمن الرحیم. میایم سر درس امروز خود میخوایم فرض مثال یک لوگوی از AWCC یا افغان ویرلس چی کنیم تنظیم کنیم. میایم در قدم اول فرض مثال اینجا میگیریم 2000 در 2000 پکسل میگیریمش، درست است. با یک قسمت هایش میگیریم 2000 میلی میگیریمش همون با حساب اوکی میکنیم. در یک قسمت بر ما به شکل میایم اینجا فرض مثال میخوایم که اول در قدم اول میایم سر شمس از این قسمت میگیریم چی میگیریم 6 زلی یک 6 زلی اینجا تعداد زلایش انتخاب میکنیم. فرض مثال اگه 4 تا بود چی میسازی 6 تا. یک سر دقیق‌تر روش داد چی شد قسمت خطای 4 طرف یا دو بغلش میبینیم مستقیم تر واقع شد. میایم دبل کلیک سر کالرش دبل کلیک میکنیم رنگ چی میکنیم بعدا آل شفت میگیریم میره بزرگتر میسازیم. آلتا میگیریم چی میکنیم از یک کافی میگیریم کاپی را که گرفتیم سر قسمت کاپیش کلیک میکنیم رنگ از زیره هر رنگی که خواستیم تغییر بدیم. او رنگ احساس چه رنگی که شما تغییرش بدیم. بعدا میم آل شفته باز میگیریم دیره کوچکتر میسازیم باید هر دوش لینک میتین از اینجا کنترل ای مرج میسازیمش زمانی که مرج شد با هم دیگه یک جای شدن کنترل ای با هم دیگه مرج شد. در قسمت ماجیک تولز میایم سر ماجیک تولز کلیک میکنیم قسمت وسط از این کلیک میکنیم فرض مثال میخوایم که وسط از شا پاک شود. زمانی که وسط شا انتخاب کردیم زمانی که با هم دیگه مرج کنیم گفتیم میریم سر ماجیک سلکشن چی میکنیم سرش کلیک میکنیم. زمانی که سر این قسمت رنگی که تغییر داره کلیک کردیم انتخاب میشه انتخاب شد دلیت میگیم. زمانی که این قسمت وسط رو دلیت کردیم کنترل دی سلکشن میکشه. بعدا میایم سر ایسر رو سایزش بزرگتر میسازیم یک اندازه بیشتر یک اندازه دیگه بیشتر بزرگ میسازیم.
درست است و ایست است. قسمت کلیک میکنیم، به این شکل چی میکنیم؟ از بین میبریم. جایی را که میخواییم از بین ببریم فقط کلیک کنیم سرش، درست است. بعد اینجاش دیگه داریم ادرس. من فرض مثال میخواییم که جای یک قسمت دیگه داره، این انتخاب میکنیم، بالاتر قرار میدیم. بعدا قسمت رنگش دبل کلیک میکنیم، رنگ نارنجیست. اوکی. در قسمت بیول میم این قسمت کلیک میکنیم، بیول این را 1000 میسازیم و این قسمت رو چی میکنیم؟ فال و شکل کامل روی طرف میریم. درست است. ایره سفر ساختن دیگه کامپیوتر شما در حدود 3000 قسمتش اضافه میشه. کامپیوتر معینه میشه پیدا کرد از شکل. میایم بعدا شکل آبی که 4 طرف خط کشیدیم ایره انتخاب میکنیم این شکل. در قسمت بیول میریم، کلیک میکنیم و این قسمت رو بیشتر تر میسازیم و از این قسمت بغلا را بیشتر تر میسازیم و بعدا اوکی. فرض مثال میخوایم کالبرزی یک شادو یا سایه بدیم که معلوم شده چی گرفته؟ سایه گرفته. در قسمت کلیک میکنیم این دراپ شد بالای دراپ شد و میم در قسمت سایه را چقدر فاصله میدیم به کدام جهت قرار بگیره، سایه را انتخاب. فرض مثال میخواییم که به این سایز باشه، سایه درست است و سایز یعنی بر سایه ما چقدر باشه، از این قسمت چقدر و حساب روشن‌تر باشه داریم.
بعدا اوکی میکنیم. میریم سر شکل قسمت رنگ نارنجیش اینجا کلیک میکنیم دراپ شد. میریم سر دراپ شد. از این قسمت میریم سایش دورتر میسازیم از این شکل. به این شکل درست‌تر میاد. به این شکل یک قسمت همون زیر رنگش درست‌تر میسازیم. بعدا اوکی. میریم در قسمت تکست. بعضی داریم تکست یا نوشته. میخوایم نوشته کنیم AWCC. در قسمت کلیک میکنیم سایز نوشته خیلی ذره بزرگتر میسازیم. باز مثال میگیم از AWCC. خب سلکشن تولز میگیریم نوشته رو بزرگتر میسازیم. آل شفت میگیریم کلیک میکنیم نوشته با دو طرف بزرگ میشه. میم رنگ نوشته رو تغییر میکنیم. رنگ نوشته رو فرض مثال رنگ خاصه این قسمت دبل کلیک میکنیم در قسمت لیر سر تکست میم رنگ نوشته رو با این رنگ باشه و در قسمت دراپ شده میم میخوایم فرض مثال برش سایه بکنیم. سایه نوشته ما چقدر دور واقع شد از اینجا انتخاب میکنیم و به می شکل در قسمت بیا بومیم یک ذره ایرام انتخاب میکنیم و در قسمت ذره قسمت رنگش بعدا اوکی. تمامش با هم دیگه چی میکنیم لینک میکنیم ارتباط میکنیم. اینجا فقط میریم سر از این قسمت اینجا کلیک میکنیم لینک میگیره. در قسمت فایل میریم یک صفحه نو میگیریم با رنگ سفید خب میگیم به سایز باشه ایره انتقال میتونیم برسیم. خب شاید بعض اوقات شادو سایه و چیزاش تغییر کنه درست است؟ حالا سعی کنین یک قسمت ما یک رنگ سایه دادیم و در یک قسمت چی شده سایه دیگر رنگ گرفته. متوجه هستین؟ ما از این بغل سایه دادیم اما این از کجا گرفته؟ از بالا. تو تغییرات هم داشته شما میتونین اگر خواستین پس ایدیتشون کنین. فهمیده شد؟ سوال نیست؟ این بود درس امروزتون AWCC یا افغان وب استاد سیوش کنید میتونی که علامه خود فوتوشاپ بهش باشه. چی ساعت میتونه جی پی جی اینجا بین انتخاب کنید. درست است؟ جی پی جی سرچ فقط اینجا میاد کوالیتیش اوکی میکنید چی میشه ثبت میشه. چون مجموعی تصاویر بسیار بزرگ میاد 1000 بسیار بزرگ است 1000 پیکسل سایز بزرگتر است در این قسمت فول رزولوشن است. روز بعدی بخیر یا سر عکس داینه جور کردن کار میکنیم یا یک لوگوی فعلی تلویزیون تلوره یا یک چیز را خواهد کنیم. درست است؟ اصلا اون لوگو که هست مثلا لوگوی تلویزیون جوان واسه یک حرکت هم دارن یعنی دانه دانه رو میارن اون چه قسم اون دیگه پروگرام است. در پروگرام پریمیر میشه افتر افکت میشه ادو فلاش میشه
اصلا گرافیک دیزاینر چی است؟ چه قسم پروگرام؟ گرافیک دیزاینینگ که از مکمل پروگرام های دیزاینینگ یکی از بخش فوتو دیزاینر است که در حدود 18 پروگرام بیشتر داشته باشه که تنها سر تصویر کار میشه. و دیگه داریم بخش ویدیو ادیتر است و ساوند ادیتر است، گرافیک کار است که کلش. فرض مثال نه شما یک ویدیو را ادیت میکنیم، در صورت نه این از چی میکنیم انتخاب میکنیم. خب نه یک بار اینجا استاپ میگیم